حسین هفت هفت هفت. خیلی گنگیه این بشر. وقتی گلوفو استایل رو میبینی خیلی خاصه به خدا. چرا انقدر گنگه؟ خدایی چرا تو انقدر گنگی؟ تو خیلی گنگی. گنگ هر تو ساختن ناموسن. سیس و استایلشون رو نگاه کن، خودشونن، میدونی؟ یعنی هیچ چیزی فیکی نیستش. آقا میگم که این خیلی باحاله که حسین هفت تو اکثر موزیک ویدیو حتی با بچه‌ها فیوچرینگ هم میکنه با لباس محلی و سنتی سیستان بلوچستان. آره یونیک اورجیناله. آره این اصالت خیلی جذابه. اینکه تو میبینی آقا طرف سعی نمیکنه که بیاد فارسی و بدون لهجه صحبت کنه و خیلی خودشو زور چپون کنه. آره به مثلا تهران و اینا میگه آقا ما اینیم و اتفاقا خیلی هم باحاله. یه چند تا المان هست که تصویر حسین هفت همیشه میتونی ببینی. آدمای زیاد، لباسای بلوچی، ماشینای اورجینال گنگو که میخوای ببینی باید بیای تصویر داداشو ببینی. بری شیرآباد. این بشر اصالت خودش رو حفظ کرده، اصالت خالص خودش رو حفظ کرده. همه چی از این تو کلیپ ویدیو نگاه، همه چیشون هم چیزایی که توی سنت و کلا توی شهر خودشون هست و قشنگ داره انجام میده. ماشینا، لباساشون، بعد صداش، اصلا همه چیش خیلی باحاله که تو کوچه پس کوچه های اونجا این ویدیو رو ساختن و تو میبینی، به خاطر اینکه تو مثلا می رپ برزیلی گوش میدی میبینی اونجاست. و این که ما فرهنگ خودمون نشون بدیم خودمون باشه، با توجه به اینکه اینقدر فرهنگ خفن و غنی داریم و دم حسین هفت گرم که این کارو کرده و خیلی هم زیبا این کار کرده. الان بازم اینه که رفته توی سوشال، توی عموم جامعه داره موزیک ویدیو ضبط میکنه، نگاهایی که بهش میشه خیلی جالبه. حتی توی خود ترک خانوادگی هم حسین هفت یوش بین عموم جامعه از خود بلوچا ضبط شده بود. چقدر ویدیو باحالیه. یه دفعه پشتش خالی میشه بعد یهو پر هم هر کدوم کاراکترها مربوط به خودشه. آره ببین کاراکترها از اون بچه‌ها تا کسایی که هستن و استایلا و اصلا لباسای محلیشون و اینا خیلی جالبه. الان اون عمویی که کنارشه رو نگاه کن، خدای خیلی خفنه. این همه مردم با رپ آشتی داده. همه محلیاشن، یعنی نرفته بازیگر بیاره. جای این چیزها رو کم داریم توی رپ فارسی که بگه آقا من این بوده که با یه جمعیت مثلا میلیونی دارن توی این شهرها زندگی میکنن که ما هیچ جایگاهی براشون تعریف نکردیم توی رپ فارسی. بعد اون موتور رو ببینید، پلاک زاهدان حرف نره. بعد عاشق این موتورم، یعنی چقدر این پلاک موتور زاهدان 6 اینجا چه شات جالبی گرفته. اینکه وایساده خیلی فولک، اون لباس محلی و اینجا از بالا داره نشون میده دوش میچرخه. میگه خیلی دوست داشتم این شاتو، خیلی خوب بودش. منظره رو نگاه کن، پرات میریزه، چقدر زیباست واقعا. و اینکه قشنگتر از اون چیزیه که حسین هفت داره فرهنگ و قومیت خودش رو بیشتر نشون میده و نمایان میکنه با این کاراش. مثلا توی موزیک ویدیوش دیدیم که نشون داده بود از خود بلوچستان و اینکه اول از همه اینکه با زبون بلوچی خونده بود. مثال بلوچی بود. مثال بلوچی بود، یعنی یا موفق شو بمیر. مثلا چقدر باحاله خودش مثلا داره میاد هم یه تیکه از آوای فولک سبک نطخونی فولک بلوچستان رو آورده، هم الان ضربان مسئله بلوچی رو آورده. در کنار اینکه ما داریم یه کار از حسین هفت ویدیو کلیپ می‌بینیم خیلی حال داریم با فرهنگش هم آشنا میشیم. این خیلی کار قشنگیه. یعنی من آشنا شدم با فرهنگ بلوچا بیشتر، رفاقتی‌تر. فکر می‌کردم مثلا اونجا فقط شوتیه، فقط اونجا بری با تیر میزنن و این تفکری که واسه ما ساخته بودن ما که ندیدیم. ولی با اینکه این بچه‌ها این کامیونیتی رو ساختن، دیدن چقدر قشنگه، چقدر بروزن، چقدر پیگیر رپن. چیزی که از تو میشناسم مثل خودمی، چیزی از بلوچی‌ها نمیشناختیم تا موقعی که با حسین هفت آشنا شدیم. تموم شد. قبول داری؟ آره ولی میدونی الان نظرم چیه؟ دارم به این فکر می‌کنم که حسین هفت الان چه بار سنگینی رو دوششه. وقتی من و تو تنها نیستیم که داریم به اسم بلوچستان میشناسیم. یه چیز دیگه، اصلا اون ویدیو کلیپی که توی چیز بود روی کوه وایساده بود توی خانوادگی 2،
دیدی چقدر صحنه زیبا بود؟ من و تو همچین صحنه‌ای ندیده بودیم، فکر نمی‌کردیم همچین جایی تو ایران باشه. و من تو ویدیو کلیپ چی گفتم؟ گفتم وحید اینجا رو باید بریم. این خیلی قشنگه که اولا که تو به چیزی که هستی افتخار کنی و در درجه دوم اون چیزو بالاتر ببری از چیزی که هستش. مرد برای نام میمیرد، نامرد برای نان. آره دقیقاً. میدونی الان به خاطر یه ذره پول همدیگر رو میفروشن. چقدر این روزها نمود داره این قشنگ ضرب المثل و چقدر جالب که دم حسین هفت گرم پرچم بالا که چقدر خوب اینو استفاده کرده. شر شما گنگه ما بلوچه در گپه ها بگوچه بلوچی فرهنگ گنگستری رو برد زیر سوال، برگشت گفتش آقا میگه بابا شما هر چقدر مثلا با اصل حرفتون رو بچپونید ما بلوچیم. قوانین فرق داره اونجا، خود بلوچ بودن یه پوینته. یعنی شما اگه اون واژه رو کلی صفت خفن میذارید پشتش که خفن دیده بشین یا اینکه استفاده کنید در واقع از این واژه، ما فقط بلوچیم کافیه. اگر اومدیم نابودتون میکنیم. بدون از این جلیق رپریا اومده خیلی گنگ ورود کرده. گنگ هم محلیش بلوچ میگه آره میاد میگه ما اینیم، ما اصلا داستانمون اینجوریه. خیلی هم باحاله. آره تو بالینه همه دیما تو عددی نیستی جلوی ما مرگ مرز گله تو چند لرز مله من شپتی او کی بله در میاره آتیش میزنه. آره میگه گنگ بازی به این داستانا نیست. دقیقا این پوینت چیزشه. یه سری بچه سالم پایین دستشن که اونا دارن با این استایلا مثلا هد میزنن و اشغال میکنن. این همه سیس گنگا رو میگیرن با باندانادش آتیش میزد داداشونو. تو گنگه آتایبی که ملک وسط بابی. حرف درست زد. همون چیزی که ما میگیم گنگای واقعی الان کف خیابونن. گنگای واقعی اونایی که واسه ایرانشون واسه وطنشون وایسادن. تو عددی نیستی جلوی ما. شمایی که فقط تفنگاتون رو دست میگیرین و جمعه خونین زاهدان قوم بلوچ رو این که میگیرن رگبار میکنن صدها نفر رو. آقا من ایرانم، اگه میخوای انتقام بگیری پاشو بیا من همینجام. اثباتش زمینه. چطوری میتونی وقتی که زمین هست اینم میگه من ریشم اونم ثابتش میکنه اینو زیر سوال بگیره؟ من ریشه دارم، اثباتش زمینه، خاکمه، من بی ریشه نیستم. زمین اثبات میکنه ریشم. اینجا خیلی دوست دارم. میگه تو وطن خودم بیگانم، چرا باید بهم بگم مجرم؟ خیلی تلخه در مملکت خود، در ایران خود بهت میگم بیگانه. با اینا همه از گوشت و خون ما، هممون در هم تنیده این، فقط خبر نداشتیم، یعنی نمیخواستن که بدونیم در این حد. تو وطن خودم بهم میگن بیگانه، بهم میگن نمیشناسیمت، بهم میگن تو کی، تو تجزیه طلبی، در صورتی که اگه واقعا مرزنشینان نبودن ایرانی وجود نداشت. مرزنشینان نبودن پایتختی وجود نداشت. میگه من بلوچم، از همه کشوری بیگانه. اینجاست کشورش، اینجا خاکشه، ما هممون ایرانی هستیم. من خیلی ناراحتم از این بابت که اینقدر ایران بعضی بخشهاش جدا جدا افتاده و اینقدر ما ارتباطمون با بلوچستانی های عزیز، با مردمان بلوچ انقدر کم شده و اطلاعاتمون راجع به فرهنگشون خیلی کمه. چقدر قشنگ هم توی ویدیو هم توی شعرش کامل شرایط رو بیان کردش و این حس قدرت رو، حس ایستادگیه که باید امروز هممون ملموس برامون باشه و درکش کنیم و قشنگ نشون دادش. خب هم قدرت داره قشنگ. بچه زبون خفنیه برای رپ کردن. ببینید چقدر پاور داره. ببین چیش خفنه. ببین زبانش یه طوریه که چند تا کلمه
یه شکل پیشم قرار میگیرن اون موزیک خیلی خفن میشه. یه دونه این تیکش، یه دونه اون تیکه که فقط میگفت مرگ بر دشمن، مرگ بر مثلا این مرگ فکر کن چند بار تکرار شد، دشمن چند بار تکرار شد، خیلی خفنه. ببین بچه‌ها بعضی از ترک‌های انگلیسی رو وقتی به فارسی معنی می‌کنی اون وایب رو بهت نمیده، ولی همین که با حالا فکر می‌کنم بلوچی داره میخونه دیگه، این زبان بلوچی باشه، با این زبان که میخونه اون وایب ترک تو رو میگیره، میدونی اون چف بودنش بابی تو رو میگیره، حسش و حس حرفاشو میگیره. بالاجی علی خدایی زبان بلوچی از زبان کردی سخت‌تره، یعنی مثلا خیلی شبیه فارسی نیست. مثلا زبان کردی یه کوچولو شبیه هست، ولی من از زبان بلوچی واقعا هیچی نمیتونم تشخیص بدم. مثلا هی نگاه میکنم به متن، گوش میدم به حرفایی که میزنه، خیلی شبیه نیست به زبان فارسی. یه فاز داستان سرایی داره، ولی اصلا تو اون زبانی که داره میخونه اصلا به چشم نمیاد، انگار داره قصه تعریف میکنه. قشنگ خوبه، یعنی به دل آدم میشینه یه جورایی. خیلی خوبه که آدم زبون کشورش رو بتونه توی حداقل موسیقی ها گوش بده و بدونه چه زبونهای دیگه تو کشورش هستن که اصلا حالا نشنیدیم. واقعا این مایه تأسفه برای ما. و اینکه من البته خیلی تکستاشو دوست دارم، خیلی متن موزیکاشو دوست دارم حسین هفت. اینش خیلی جذابه که با این صدا ابهت به جای اینکه بیاد مثلا روی بیت دریل گنگستری بخونه، داره میاد میگه که بیاین با هم دیگه بیشتر مهربون باشیم. این یه جورایی داره منش این آدمو نشون میده، یه جورایی داره کلان بودن این آدمو نشون میده. با این همه سیس، با این همه گنگی بودن، چی نمیدونم کلمه‌ای که به کار ببرم درست باشه چیه، میگه مرد حاکم زن نیست. چقدر قشنگ که اومده زیرنویس گذاشته و اینجوری اینقدر حرفه‌ای. واقعا این کار حرفه‌ایه، چون یکی مثل من متوجه نمیفهم. فارسی زبان‌های عزیز زیرنویسش رو بخونید ببینید چقدر خفنه، اینو میذاری واسه خودت پلی میکنی حتی اگه متنش رو متوجه نشی. خیلی‌ها یعنی به خاطر اینکه یعنی تو بچه‌هایی که تو ایران دارن با گویش و زبان‌های مختلف میخونن، حسین هفت یکی از پر ویواست. یکی از علتاش به نظرم اینه که فلوهاش خیلی به دل میشینه. حاجی نمیفهمیم مثلا طرف چی میگه، هدو میزنی، حال میکنی، سوار گار میشی. خیلی داره بهم حال میده با اینکه نمیفهم. یعنی مثلا شما کسایی هم که موزیک انگلیسی گوش میدن متوجه میشن، من خودم خیلی چیزا متوجه نمیشم موقعی که مثلا دارم هیوی متال یا راک گوش میدم توی انگلیسی، ولی با اینکه تو یکی خیلی هم موزیک انگلیسی گوش میدن بخاطر ریتمش، مثلا NF گوش میده طرف نمیفهمه چی داره میگه ولی ریتمش دوست داره، M&M گوش میده ریتمش دوست داره، بیتش دوست داره، فلوش دوست داره، چیزی که داره میخونه. مثلا الان اینا واسه من همینطوریه، من انقدر حال میکنم با طرز خوندنش و مدل خوندنش و فلوی حسین، اصلا خیلی خفنه و جزء چیزاییه که آدم مثلا میتونه تو ماشین بذاره ضبط و پلی کنه و ولوم بده تا ته و بشینه گوش کنه لذت ببره. خیلی جالبه ها. یه نفر بلند میشه از بلوچستان میاد هیپ هاپ میخونه، رپ میخونه. البته مثلا یه نفر نیست، خیلی‌ها بودن، ولی اینه که ماها به چشممون. چرا؟ بس که همین. چرا حسین هفت؟ چرا بقیه شوندن؟ به خاطری که حسین هفت بلده یه کلمه رو، یه کلمه بلوچی رو بندازه توی زبونا، مثلا هاو. خب میگی چی میگم؟ یادته هاو؟ و میگم مثلا خود ایران خیلی چیزای جذابی داره که خیلی یونیک مختص ایران. یعنی ما این گویش‌های مختلفی داریم، شاید واقعا یکی از یونیک‌ترین کشورهای دنیا باشیم که اینقدر گویشی داریم که یعنی هر جای نقطه از ایران بریم لهجه یه طرف، گویش یه طرف، خود زبون یه طرف. و چیزی که میگم متاسفانه جمهوری اسلامی همیشه خواستی جلوشو بگیره و همیشه تفرقه بین گروه‌های مختلف ایجاد بکنه. واقعا قبل اینکه خب با این موزیکا آشنا بشم، با این اقوام مختلف آشنا بشم، اصلا نمیدونستم زبون بلوچی چطوره و وقتی که شنیدم مثلا اینجوری هنگ بودم که این چه زبونیه و خیلی بده که نتونیم زبون هموطنامون رو بشناسیم. حالا درسته شاید نفهمیم، سخته بله، ولی اینکه ندونیم چه زبونی داره طرف صحبت میکنه و گاهی بیایم بی احترامی کنیم. من خودم میان مثلا برام مینویسن آره نگاه کن با این لهجه فلانش، آره خب من لهجه دارم، خیلی طبیعیه. خیلی دوست دارم که موزیکای تمام زبان‌ها رو بشنوم، چه حالا گیلکی، چه بلوچ باشه، چه کرد باشه، چه لور باشه. لالا ما بلوچه، وای ما بلوچه، برادر ما بلوچه، کاکا ما بلوچه، لالا ما بلوچه، جیبا ترا. I wanna
che gana 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 della gara Vada roja çak paga sere pagat borse pagat doze Vere do Gushi makan toba mey gon nabi toba Gushi makan toba mey gon nabi toba Kappa manna kappa beldrahen Gosha cappa borsida Telkşi drahen kappa bel Telkşi molke wasta mey Drahen kappa bel Hafsana bak kanuni bak haf و تمام. واو خیلی قشنگ بود. تایم دراهم وابه من جفت کتک جابه این رپ بلوچی بالا که تمر حسین هفت داره سعی میکنه قشنگ رپ بلوچی ببره بالا و اینکه واقعا هم خیلی خوب و موفقه تو این کارش. اوکی اومدم که تو رپ انقلاب کنم، از درون ذهنم انقلاب میکنم و با لبم از اونشو میگم. اول خودش سوار شتر بود، پسر پایین بود، الان پسر سوار شتره. یعنی این مسیری که من شروع کردم با بعد اونایی که بعد از منن این مسیر تکرار میشه. دقیقاً باید تکرار بشه، نباید لال باشی. دقیقاً لالا 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 چوبتن چوب دهار شب بشانه کش روچه مگندن دراهم ماش هرچی گوشتم من گوشتم گوشت بکنن تی دراهم گوش ختم بیت دیگه بدرو بوش. همین امروز ببینیم من یک آرزو هستم. واقعا اینکه حسین میگه که تو موزیکا گم شدم اینطوری هستا، یعنی خودش میگه که من وقتی پشت میکروفونم اون چیزی که باید باشم هستم و یه وقتی رپ میکنم اون حرف و اون داستانو میزنم و اون جریان اورجیناله. پشما منو ببینی مثل اینه که حقیقتو دیدی. تو ذهن من مرزی من نمیبینم. چرا شما از همه جدا شدم؟ از همه چیز جدا شدم. من حد و مرزی ندارم. قشنگ اینجا حسین هفت اومده اول تکستش داره فقط نشون میده که من با یه دل خیلی پر اومدم. تو مو میبینی و من پیچش مو. آره. داره میگه داداش من دارم پایه‌هاشو میبینم، یعنی اون مرکزش میبینم، تو داری خونه ساخت روشو میبینی. دگار زندگی جهنی بیدر ورم ولی ساهن داست آقا من از من وجود نداره که زندگی من شبیه داسته. زندگی من به این برندگیه. من دارم روی لبه تیغ زندگی میکنم. اینجوری هم هست. از گمگشتگیش در واقع داره میگه تو این وضعیت و تو این ماجرایی که گیر افتادیم هر روز جلوی ساحلم، نه راه پس دارم در واقع نه راه پیش. چی کار باید بکنم؟ کدوم طرف باید برم؟ حتی آسمون اگر از طبقه هفتم خودشم بیاد پایین بیفته رو زمین همین امشب، باز من هیچی نمیدونم، من کاری ندارم. اوکی؟ اصلا نمیدونم راهم چیه. یک آدمیه که واقعا گم شده و هیچ چیزی برای دست دادن دیگه نداره. این کارش خیلی دارکه. داره میگه آقا من نمیدونم این چرخه چیه که من خودم هم توش افتادم، میبینم که به گودال رسیدم. داره میگه ما رو به زور قبولوندن، یه سری چیزها رو به ما قبولوندن که این ما رو به زور انداختن تو این چرخه، ما رو به زور بهمون فهموندن که آقا این کنترله. به زور ما رو قبولوندن که مثلا فلان چیز اینه، فلان چیز اینه، فلان چیز اینه. خب ذهنیت ما اینه. به ذهنیت رو اینجوری خوروندن بهمون، ولی وقتی مثلا به یه درجه‌ای برسی فکر بکنی بهش میفهمی که نه. چی گفت جاشو قایم کن کسی نبینه. یعنی مثلا اگه دردی داری به کسی نشون نده، یعنی مثلا اینجوری با کسی درد دل نکن، همچین من نمیده. خب به کسی مثلا نشونش نده زخم تو، چون میتونه دست سوء کنه، نفا یه چیز دیگه معنی میده که یعنی مثلا من زدمت برو مثلا زخمشو به کسی نشون نده، یه همچین چیزی بکنم. پشمام تو به این تفکر محتاجی که خط بگیری از یکی. برام وجی چه حرفی زد. پس رسوب گرفتنه دلیلش اون نیست که استفاده ای نکردی، دلیلش اینه که داری از همه چیز میخوای استفاده کنی که داری تر میزنی. دقیقاً. میگه توی این مملکت کسی به کسی رحم نمیکنه، هیچ مهربونی نیست، هیچ رحمی نیست. بیایید ما با هم دیگه حداقل یک روز مهربون باشیم. میگه بیاین توی این زندگی خشن یکم مهربون باشیم با هم. چقدر خوب گفت این زندگی برای هیچ کس جاویدان و ابدی نیستش و چه سردار بخوای باشی چه حاکم. نه آدمای بود. زندگی هر گوره گندام بندگی برای هارم برای
هر طرف میبینم که آدما برده هستن ولی گاهی هم هار هستن، گاهی هم تجاوز میکنن. چرخه یکی بالا سر تو باشه رو به زور بگه، تو بگردی دنبال یه کسی که بیفتی بالا سرش و از تو ضعیف‌تر باشه و به اون زور بگی، حالا به هر سبکی. همیشه متاسفانه سیستان بلوچستان بهش ظلم واقع شده. خب الان میگه 7 ماه قبل این ترک اومده داره میگه چی؟ میگه ولی من واسه فرزندان سرزمین تلاش میکنم، تو واسه فرزندان سرزمین هیچ تلاشی نمیکنی. و واقعا همینه. انگار داره با اسرائیل حرف میزنه. دقیقاً چرا اینجوریه؟ هر کاری میخوای بکن، میخوای منو بکشی بکش. پشمو. آقا موهایت هم سیخ شد. علاوه بر تکنیک خفنش یه حرفایی زد که اصلا فقط باید بهش فکر کنیم. هر آنچه که باید و گفته بود دیگه راجب ولی محوریت کل کار راجب خودش و تجربه‌ای که تو زندگی در واقع زندگی توی بلوچستان داشت بود. یعنی اینقدر تلخه؟ یعنی آتیش گرفت زبانان. آقا بلورا خفنه، من اصلا دوست دارم استوب بزنم بچه‌ها، خیلی حال کردم. خداییش من اصلا دیدی استوب بزنم ابوالفضلی اصلا دوست ندارم استوب بزنم، اینقدر خوبه موزیکه. اصلا صداش منو برگریزون کرد. خداییش همه چیز این کار به جایه. البته حسین هفت شدی خواهد به جا نباشه. حسین هفت همه کاراش به جایه. خداییش. ولی چه بیت دیرین باحالی براش زده بودن و چی اومده بود گفته بود خداییش. چه ایرادی از این بگی؟ واقعا وقتی کارش درسته نمیتونیم موجودیت آدم رو زیر سوال. خیلی خفنه خدایی. یه جوری خودش رو اینجوری محکم میخشه کوبونده بود که دیگه اصلا هیچ جای صحبتی نذاره واسه بقیه. وای من به این موزیک ویدیو پراماجی آدم یادش به همون ویدیوهای اونوری خفن میفته که مثلا نگاه میکنیم پرامون میریزه از جنگ بودن یارو. یه لحظه اومد تو ذهنم می‌خواستم بگم حساب کن مثلا دیگه ویدیو داره، بعد الان به خودم گفتم آقا دیگه قره کی، الان یه مثال میزنم نگاه هموطنم اینجا داره جر میره. واسه بعد بگم فکر کنم فهمیدید. دلیل اینکه اصلا جمهوری اسلامی این 40 خورده سال نخواست امکانات درست حسابی بده و هر چیزی که نیازی که اون استان پیشرفت بکنه رو بده، به خاطر ترسی داشت که از اون مردم داشت، چون میدونه چه پتانسیل خفنی داره. مثلا خیلی بال رگ و صداش خاصه، لهجهش خاصه به خدا. اینو قدرت بلوچه به قرآن فوق العاده داره میرا. ولی آقای حسین خیلی باحال لفظش. مثلا چه میدونم اگه بخوای قسمت بندی بکنی رپ و فلان و این داستانا رو، مثلا اینجا رپ انگلیسی، رپ فلان، این رپ حسین هفته به نظرم با لفظ و لهجه و اون چیزی که داره خوبم شعرش میکنن و خیلی از کسایی که خفنن و میلیونی ویلانن شعرش واسه ما داداش خارجیه. آره واقعا اینجوریه، چون واقعا زبان گویششون متفاوته و حسین هفتم خیلی خوب میتونه ادا کنه و اجرا کنه. این خیلی جذاب خفنه. خب من دوست داشتم ولی برام خیلی عجیبه چرا همش این موزیکا دنبال نمیشه. بریم ادامه. نمن ماهی گو نوشته ناپ تو کن ندیر چارم همدن چارم لاپا چارم گشنگ روچه سابا دارم. پرات ریخت که خودش بود، یعنی من مسیر رو هدایت میکنم.